با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین، خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که به خدمت شما باشیم از کانال هراتبورگ، برنامه باغ سبز. دوستای نازنین، برنامه باغ سبز، به می باغ سبز هم بیامدیم. داخل باغ سبزیم، یکی از قریه‌های منطقه که مربوط به ولسوالی انجیل میشه، یعنی بشرون. دوستای نازنین میریم انا داخل قریه میریم که سعی کنیم وضع مردم چی رقمه. شما خواهشمندم که سابسکرایب تو لایک و شیرمو زنگولگه کردم فشار بدین دیگه، نکنین که مشعل شدم از گفته. همین یک ذره مراد بم لیاز ما بکنیم، هم بم لیاز ما سعی کنیم همراه ما باشیم. به خدمت شما هستیم دوستای نازنین، بخیر باشیم. ماما جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ فضل خدا برو جان، شما خوبین؟ سلامت باشیم، زنده باشیم. داخل از این ولنگ چه کار میکنیم شما؟ آره چند تا گوسفند میریم میچرنیم اینور. ماشاءالله. نام خدا گوسفنده هم از شما نه؟ بله. چند دونه؟ یک 40-50 دانه هست. بیشتره دیگه ماما. دیگه خوردم خودی نوقتیه دیگه. خورتگار حساب نمیکنی؟ نه خورتگار حساب نمیشه. بله. چرا؟ اون رو خورده دیگه، تو باز کلان شه، باز کلان شه. یعنی گوسفند کو هست دیگه؟ بله گوسفند هست. بله. قسمت خود شما شریک یا شخصی؟ شریک هم هست. بله. چند نفره؟ 2 نفر دیگه هم شریک داریم. 3 نفره؟ بله 3 نفر. خب بسیار خوب. دیگه هم کشاورزی چیزی داریم؟ بله امسال داریم. خب چی مثلا کشت کردیم فعلا؟ تخم گل، گندم و فعلا همیناست. گندم. بله. خب امسال اشتنه که نام خدا بارندگی هم زیاد شد، چی رقم او چیزی به جو هست؟ فعلا هست. بله ماشاءالله خوبه. او فعلا کشتکارم خوبه فعلا امسال. خب بسیار خوب. گوسپندار هم اشخی خریدیم. بله. خب او لالا که خود شما نه چیکار شما؟ او بچه ما او. خب حالا شما یک لطفی بکنیم برای بینندام هم یک چاربیتی هم از این که برات گوسپندای بخونیم. حالا ما چاربیتی یاد نداریم. هر چی که مراد این گوسپندا گاهی وقت عشق شما میکشه یاد داریم بخونیم که دوستا به حق شما دعا کنن. یعنی ما به حق دوستا دعا میکنیم. ما تا چاربیتی فعلا کمک. چی بلده؟ یارو ما فقط هیچ بلد نیستم. تو طرف قبله استاد من قبله رو بلد دارم که می طرف قبله. بسیار خوب. قربان شما. گزارش زندگی میشه؟ خوبه، پردری میشه ان شاء الله. الهی شکر. چند اولاد داریم؟ ما 10 نفر چیز نون خوریم. خب یعنی شما 2 نفر خود شما نیم 8 اولاد داریم؟ بله بله. بسیار خوب. خدای پاک ببخشونه به شما. اگه شب خود شما برین خوشحال میشین. خیلی خوشحال میشیم به این کار که فقط می هر چی که بگی خوشحال میشیم. زنده باشیم، تیار خوشحال باشیم. ماما جان تشکر از شما. سلامت باشین، زنده باشین. بیننده‌های عزیز، برنامه باغ سبز در خدمت شما هستیم از کانال هراتبورگ. ما دنبال کنیم، ما تنها نگذاریم. سابسکرایب حیات شما نکه بره، گردن شما بند نگه حیات شما بره، لایک هم بکنیم، شیرم. بیایم همراه ما باشیم. بخیر باشیم. سلام علیکم. مونده نباشیم. سلام علیکم. ساعت شما خوبه لالا؟ تیار خوشحالم بخیرین. قربان شما، سلامت باشیم. نام شریف شما؟ عبدالظاهر. بسیار خوب. داخل از این باغ آمدیم، خیریت باشه. زنده و سلامت باشین. ما شما رو دعوت کردیم به دیگه، شما ما رو اینجا دعوت کردیم. راست میگم. تشکر از شما. گپ بزنین که باغ از شما نه یا دوستا شما؟ نه، این باغ که هست اصلیت خو از بچه میمونه به دست همین دوستا فعلا. خب میفهمیم نام خدا باغ کلونی هم هست. معلومات دارین که چند جریبه؟ این داری بعد 10 جریب، امتی 11 جریب امتی هست. بیشتر نیه؟ نه. بسیار خوب. خب چی میوه داره اینجا بیشتر؟ این میوه هر چی داره، از اون خرمالو بگیریم دیگه، انگور و سیب و زردالو و انجیر و توت و همه میوه داره.
شفتلو میفهمن که یک سر شما دل مردم او میکنه. دیگه ای تک است که اول به افغانستان هست کم پیشرفت بکده و بکرده هر تا سرا و باغ هست چهارتای تو درختی که مردم دل او نمیشه. راست میگیم. کانال بیشتر برنامه ما و شما کشورها خارج بیشتر میبینم. این توتا بدونه شاید به اونجا نباشه. بله. این شفتالو اصلا میوه افغانستان فکر نکنم به جان باشه. با خصوص همین توت بدونی و که به ایران اما اگه اینا به طبیبی خدایی هم میخرم. همین کشت توت هزیر. راست میگیم. بهترین توتیه. راست میگیم. برادر شما بگیم که خود شما چی وظیفه دارید؟ ما خود ما هم کشتمندیم. خب چند جریب زمین داریم؟ ما زمین که داریم پیار ما دارم ما خود ما که هستیم کشتمندیم 10-20 جریب دست خود ما هم. جاغایات دارم. بله. الهی شکر والده. بله. خب چند مادر داریم؟ مادرم فعلا یک داریم. خب مادر خود ما خدا بیامرزه بازی مادر دیمیه. دو مادر. بسیار بله. خوب بسیار خدای پاک مادرک دیگه شما نگاه داره. زنده باشید. خب برارم گپ بزنی که امسال چی رقمه وضع زمینا و وضع باغا به حساب آب، چون امسال کمک روشنایی از به حساب بارندگی هسته. ایت بود که اول سال بارندگی بکرد باز وسط سال بارندگی نکرد. باز حال به می آخرا بارندگی بشد خوب شد. الحمدلله او هم خوبه. رضی است. بله حال فعلا او خیلی او فراوان هم است نور هم است. الهی شکر الهی شکر. ها امسال از کشتاق هم رزیم الحمدلله. بله. بیننده اشاره میکنم شاید ماما یک چاربیتی یاد داشته باشم. نه چاربیتی یاد ندارم. چاربیتی دیگه چاربیتی فارغم. توت خورده یاد داریم؟ توت خورده اگه وقت کنی میخوری نکنه نه. بسیار خوب خوشحال شدیم از دیدن شما. دوستای نازنین ما رو دنبال کنیم یک چند جا دیگه میریم همراه ما باشیم به خیر خوشی. از این توتا ما میتک کنیم باز به داخل سلطان میشیریم و نوش جان میکنیم. شما هم دیگه جیزک به شما میگیم جیزک. به خیر باشیم. زنده باشید. دوستای نازنین خدا کنه برنامه تا به این لحظه برای شما خسته کن نبوده باشه انشالله نیه. سلام برادر عزیز. سلام علیکم. خوب شما خوبه؟ الحمدلله زنده باشیم سلامت باشیم. نام مبارک شما؟ عبدالزایر. لال عبدالزایر جان گپ بزنیم باغ از شما یا میمونیم شما؟ باغ از می دوستای هم تمام به حساب شهر می برای تفریح اومدیم شکاره. همه اسم همین دوست بگیم شما. اسم دوست دیگه خودی ببینیم برادرای عزیز همین باغام گردن و بند باشه مثل مجلس ها و ختم قرآن ها شده. به عروسی مثلا من خبر میکنم شو عمه خاله خسور خورم میگم باز او با قوما خسور خاله عمه خودگی خور میگه. درسته؟ بله همینطوره. پس صاحب باغ دوست شما نیست؟ هست دوستمونه ولی خب همون صاحب باغ من کار ندارم گیر کردم به می سلام علیک خودی ما و شما یا نه رو دل ایت آشنایم دیگه به حساب خودم دوستا آشنایم با به حساب جای بدین گفتم برم ایت پیش لالا چیکاره همیته که به باغ نامادین خدای پاک بزنا مشکل نده یک روز یک مشکل باشه میته حاضر هستی ما در خدمت شرط وقت میودونا باشه. درسته؟ بیننده‌های عزیز اگه یک دم مشکل چیزی به صاحب باغ باشه وقت میودونا باشه اینا همیته به 120 سرعت میرسن. درسته؟ خب خود شما قربان شما خود شما از شهر میازمی من؟ بله ما شهر. خب کار وظیفه چی داری؟ شکر رنگمالی شغل آزاده دارم بله. بسیار خوب. موتر یا خونه؟ ساختمان. ماشاءالله ماشاءالله. خوبه دیگه. هم بمرو کاگل رنگا مردم میستانی ما میکشیم. یک 16% از صاحب دکون فایده میخوریم 120% هم از دکون ها و رنگ. نه شکر از ما میتونی چیزی که صداقت باشه هم کار میکنه. درسته خدای صداقت هم هست. دیار خوشحال باشیم خوشحال شدیم. اگه شب خودمون نبینیم خوشحال میشیم. زنده باشیم موفق باشید شما باشید.
خب دوستای نازنین بازم وقت بخیری داریم به خدمت شما. خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. دوستای نازنین ما آمدیم داخل قریه بوشرون که داخل مکتب اینجا میبینین که طفلا جوانا درس میخونن، مصروف به درس هم از اینا پرسان میکنین که آیا به این مکتب خوب مشکل چیزی هم داریم یا خیر. لالا جان سلام خدمت شما. سلام علیکم. هستم خواهیم شما خوبه؟ شکر. زنده باشیم. نام شریف شما؟ نیما. خب گپ بزنین که مشکلاتی که به داخل مکتب داریم چیه؟ مشکلات کامپیوتر، کتاب و میز و اینا دیگه. نه. معلم صاحبا چی؟ معلم کامپیوتر معلم هست. ساعت بیکارگی معلم نداریم. خب بسیار خوب. حساب معارف مدیر صاحبا معلم صاحبا پیشنهاد بدادم، اونا چی میگن بر اینا؟ نه میگن خوبه میگن دیگه نمیارن دیگه استاد. مثلا دولت قبلی چی به شما وعده داده؟ چون اینا فکر کنن که از او دولت قبلیه. وعده‌ای که به شما میکردم اجرا نمیکردم چی بوده؟ وعده معلم به شما نمیآوردن، کتاب میگفتن نمیکردن وعده قبول. خب دو تا مکتب داخل از این بله دو تا. خب شما صنف چند؟ صنف هشتم. خب هدف شما چیه که درس میخونید؟ هدف ما است یک جای برسونه. خب مثلا چی باشی؟ مثلا دکتر، انجینر، چیزی باشه. خب یک چیز انتخاب کنید. دکتر. بسیار خوب. اگر امکانات به دسترس شما نباشه، مثلا داخل صنف شما گرم باشه، مثلا زمستون هوا سرد باشه، مشکلات داشته باشیم، بازم درس خود ادامه میدیم؟ بله. بسیار خوب. خواهش شما از جوانا چیه؟ خواهش شما اینه که اینایی که درس میخونن هر چیز بیان مکتب درس بخونن. خب در کنار از که شما درس میخونیم، چون بدی هم هستیم دیگه مصروفیتی داریم. بله. چیکار میکنیم؟ کشاورزی میکنیم. خب زمین خود داریم؟ بله. خب چند برادریم شما؟ 6 برادر. خب برادرها دیگه شما اینجا هستن؟ بله. یکی هستن دیگه. لالایا. بله. کسی کنیم همرنگ شما نه؟ برادر شما نه؟ بله. چرا پیش هم نشیشتیم؟ اونا باید پشتم اینجا گشتم. دیگه مزم دیگه؟ نه چه دیگه باید. چند مادریم؟ یک مودا. حقیقت رستکی؟ بسیار خوب. خب شما دو برار کدوم اک شما یک شعر برای بیننده تقدیم میکنید؟ شعر ما یاد ندارم. اینه داخل مکتب و زد معلم صاحب یک دم شما رو بخواستن که شعر بگین، چی بگیم شما؟ نه. پیش میسیا دام بدار. نه. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. خدا. تشکر. خب دوستای نازنین طوری که شما مشاهده میکنین در کنار جناب محترم مدیر صاحب مکتب ایغریه هستیم. جناب محترم مدیر صاحب اول که سلام داریم به خدمت شما، بعد نام شریف خود برای بیننده بگید. تشکر. زنده باشیم. اول عرض سلام وقت بخیری خدمت شما. تشکری میکنم از اینکه تشریف آوردین در این منطقه. نصرت الله ماهر آمیر لیسه بوشرون است. بسیار خوب. ایر بگیم که چند تا شاگرد داریم از این مکتب و چند تایم؟ مکتب ما که است در 2 تایم فعالیت میکنیم که از طرف تایم صبح بخش اوناسه و از طرف بعد از ظهر هم بخش ذکور. البته چون در این ساحه مکتبای لیسه کمتر است، چندین مکتب ابتداییه و متوسطه هم صنفای الحاقیین و تحت پوشش مکتب ما هست. در 2 تایم دیگه ذکور و اوناس. بسیار خوب. خب مشکلات ها که معلم صاحبا و شاگردا گفتم که واقعا اینجا دارم، چند سال میشه که مدیر صاحب این مکتب اینجا جور شده، تاسیس شده؟ مکتب ما خب به اساس معلوماتی که من دارم از سال 1341 فکر کنم که تاسیس شده و فعالیت میکنه. یکی از مکاتب سابقه داره، معارف مربوط به ولسوالی انجیل میشه و در این راستا در ابتدا از ابتدایی شروع شد و متوسطه و بالاخره
لیسه شده، فعلا هم لیسه فعالیت میکنه. خب مشکلات شما فعلا چیه داخل؟ مشکلات مکاتب خب مشکلات زیادی داره، باز مخصوصا مکاتبی که در ولسوالیا قرار دارن مشکلات از قبیل کمبود امکانات، از قبیل میز و چوکی و امکانات درسی برای شاگردا و مشکل خاصی که از چندین سال ما به او مواجه هستیم کمبود معلم از البته چون طوری که شما اطلاع دارین مکتب بشران یا قریه بشران یکی از دورترین مناطق مربوط به ولسوالی انجیل میشه که هم مرز زندجان است، چون مسیر دورتره و با مخصوصا بخش اوناس رفت آمد واقعیت بزنا مشکله، این مشکل رو ما میپذیرین و خیلی هم کسایی هستن که به سادگی حاضر نمیشن که مثلا به این مکتب بیان، چون راه اینا دوره، ترانسپورت اینا زیاد بالا اینا تمام میشه، از معاش چیزی بزنا نمیمونه و مشکلات کمبود معلم از چندین سال هست که ما پیشنهادهای کردیم به معارف به حکومت قبلی هم دیگه وعده‌ای به ما داده شد، معلمین حق الذمه را به مکتب ما فرستادن، چند مدتی بود متاسفانه به علت از اینکه بزنا معاش ندادن اون مسلمان هم از راه دور می آمدن، به او خاطر اونا هم صرف نظر از وظیفه کردن و دیگه حاضر به اجرای وظیفه نشدن. به او خاطر مشکل خاصی که ما داریم کمبود معلم است و الحمدلله طوری که تازه خبر شدین بستهای وزارت معارف به اعلان داده، انشاءالله در به اعلان رفتن از اونا و پر شدن بسته امیدواریم که مشکل کمبود معلم ما هم برطرف شه بخیر. بسیار خوب. حالا بعد ما و شما از امارت اسلامی گله نکنیم به خاطر از اینکه اینا نو آمادم و مشکلات ها زیاده. امیته که شما گفتیم سابقه از این مکتب زیاده. وعده‌ای که به شما دولت قبلی میکردم اینا همه پوچ بود. وعده‌های خود دولت قبلی وعده‌های زیادی به ما کردن و در راستای معارف اینا حتی 2000 افغانی قرار بود که به معلمین به معاش اینا افزود بشه، متاسفانه که او هم ندادن و خب از حکومت برهم خورد. امیدواریم که به حکومت امارت اسلامی انشاءالله در راستای افزایش معاش معلمین، چون معلم واقعیت یکی از جمله اقشار ضعیف جامعه هست و معاشی هم که میگیره معاش اندکه، مشکلات زندگی کفایی نمیکنه. مثلا خود مکه هستم از مسیری که ما میایین حدود 28 کیلومتر را من روزانه به موتورسیکل خود میایم، یعنی از شهر میام، یکی از استادا هم خود ما میایه. در مسیر را ما واقعیت با مشکلات زیاد مواجه هستین، خود شما میفهمین که تیل هم قیمت و معاش ما اندکه، به مشکلاتی که دارین بالاخره مجبورین دیگه در کشوری که مثلا در این حالت قرار داره و باز تحولاتی هم بیاماده ما کسی ملامت نمی کنیم. یک کشور وقتی که تحولاتی به جو وارد میشه معمولا خود شما اگر مثلا یک خونه کوچکشی کنین میفهمین چقدر مشکلات داره. امارت اسلامی ان ملامت نیه، انشاءالله بنا به وعده‌ای که دادن و باز رضایتی که ما از امارت اسلامی دارین که هر پیشنهاد و خواسته که ما از اونا کردین تا حد توان هرچی که در توان داشتن او رو اجرا کردن به زودترین فرصت، مثل سابق نبوده که ما به دنبال یا زیاد دویندگی کنیم. چیزی که امکانات به دسترس دارن به دسترس ما هم قرار دادن. مشکل کمبود کتب بود که از چندین ساله که ما پیشنهاد میکنیم، متاسفانه کتاب به دسترس ما قرار نگرفت. خوشبختانه به می تازگی همین 2 روز پیشتر با ما کتاب هم توزیع شد به شاگردان، انشاءالله مشکل کمبود کتاب هم برطرفه و این بستای معلمی هم که به اعلان رفته به امید از که انشاءالله توسط از این بستا بتانن کمبود معلمین را برطرف. بسیار خوب. بیشتر اگه واضح بگین که چند نفر معلم فعلا شما کمبود داریم؟ فعلا ما به شمول مکاتبی که ما الحاقیه دارین ما 18 نفر پرسونل کمبود دارین، به شمول معلم و سرمعلم و اینا یا مدیر اجرایی که لازم دارین 18 نفر پرسونل ما کمبوده و باز چون صنف های بخش اوناس از صنف 7 تا 12 اونا تعطیل شد، ما کار کردین که بخش اوناس به صنف های بخش ذکور تا صنف 6 تنظیم کردین که الحمدلله مشکل ما در این قسمت چون به معلم ها اضافه بود تنظیم کردین حدود 7-8 معلم ما کمبود داریم فعلا. خب خدا کنه که
برادرای امارت اسلامی از بخش معارف صدا شما رو بشنوم و حداقل توجه به زی مکان به زی منطقه داشته باشم، چون یک منطقه هست که منطقه غریبیه، منطقه دوری افتاده از شهر. طوری که مدیر صاحب گفتم 28 کیلومتر شما نگاه کنیم که یک ولسوالی میشه، نزدیک به زندجانیم، یعنی ما نزدیک به پل هشیمیم. باز هم اینا خونه آباد خداوند اینا رزت بده که به خاطر مردم، به خاطر وطن خو، به خاطر از این طفلا همون ذره زحمت میکشم میایم به خو وظیفه میدونم. تشکر از شما، قربان شما، خوشحال شدیم. زنده باشیم. تشکر از شما که تشریف آوردید. ممنون از شما. وقت شما خوش. تشکر. به خاطر که وقت برنامه به پایان رسید دوستای نازنین، تا فردا شب که کدوم دی کدو قریه نصیب و قسمت باشه تماس بگیرم، ما به خدمت از اونا بریم. شما رو به الله پاک میسپاریم. سبسکرایب تو لایک و شیر و زنگولگک گردن گوسپند بیبی ممایا چه من امورم فشار بدیم. همراه ما باشین تا فردا شب. خدا حافظ و نگهدار شما.